یک زنی را مثلا ببین، یک دختر از 8م استاج خودش به زمین پرتافته است، با طعنه ای که گفتنش که تو شوهر کردی یا که تو شوهر نکرده، بیکریت، پرده بیکریت دور شد، دیگه تره هیچ کس نمیگیره. این است. با چند کسی خودکشی کرده و خودش را باز دبند کشیده و هاکذا. اکنون این معنا را یک بار گفته بودم، یک بار باز تکرارا برای جوانان عامتا تکرار بکنم. خداوند جل جلاله همه نسل انسان را خلق بکند، الله حکومت دارد، مخصوص حکومت دارد، مخصوص نشانه دارد که مردم میدانند که این حکومت خداوند است. مثلا دختران و زنان دختر را خلق بکند خداوند و اونا را در میان دو پای آنها یک پیچت بلند که او پرده دختری خدا خلق میکند. شما ایره گوش کنید، خداوند پرده دختری که مثل بلنبه است پیچتی خدا خلق میکند، امر میکند خداوند این پیچتی مرا همو کسی را که تو نکاح میکنی تن نفس تا او میبخشی، این پیچت همو میشکایه. میفهمی تاجیکی را یا نفهمی ازبکشا قلب چند ترسن؟ ایره باید که کسی ایمان داره کافر نباشه، مسلمانی به قرآن باشه، او باید که در زنش بگه، در دختراش بگه، در خواهراش بگه که هشار باش، آن مهر پیچتی که بکارت دختریت را همون بچه که بسم الله الرحمن الرحیم میگه دومنی تر میقپه همون باید که این پیچته ہوئی کنه. ایره شما ملت مسلمان تنها علامه بیان میکنه و خلاص، دیگه هر پکر دیمنه ملا ایره نمیفهمه. بفهمی این معنا را. برای من الله میفرماد قو انفسکم و اهلکم نارا، خطا شرمندگی نگه بدار، دخترت از بی‌آبروگی نگه بدار، بچت از خلیگانی نگه بدار که در جامعه و ملت فساد نکنی، خود را به آبرو نه خود به دوزخ ببری نه او دخترت و بچت.